خواننده عبدالرحمن‌زاده نسیم نوروز هستم. خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه. پیش از این هم تخت شهرت داشته از جرأتت، یافته از پشت جرأت تخت و تاج شهرتت. پیش هم بودی چو مژگان روز و شب پیش نظر، پیشوا بودی زمان حفظ کشور از خطر. پیش از این هم پیشوا بودی تو در دنیای ننگ، رودی عقلت کرد خاموش آتشی سوزان جنگ. رفتند از جنگلی هستی همه گرگ و پلنگ، دور شد از چشمی بدی زندگی خواهان نهنگ. نیست آسان رو بر روی قاتلان حرفی زدن، بی هراس از مرگ خواه امیدی هستی داشتن. نیست آسان در زمینی گشته از خونه ها زکاب، با امیدی خوشه گشتن دون مقصد کاشتن. بارها پیش از همه رفتی به جای مرگبار، دل پر از مهری وطن داری و سرفکری دیار. بود مقصودت که بینی سرخ روی خونجگر، پیش حرفی جمله هم بودی تو در صده ها اثر. کی رود پیشی گرفگان گیر پیشی توپ و تیر، کی زند خود را به آنجایی که گیرندش اسیر. در چنین ره جان جدا در لرزه آید تن جدا، یک محافظ داشتی زور از همه بود آن خدا. بارها بنشسته بر طیاره های پرزبار، نخل های نادر آورده ز هر ملک و دیار. سبزتر خوش روی تر تا ملک اجدادی شود، هر قدم آباد و هر جا مسکنی شادی شود. بارها رفتی به نزد مردمی ره انتظار، در همان روزان ناخوبی هوا با چرخ بال. با زبان گرچه نمی گفتند بدخواهان ز شرم، لیک می گفتند با دل آفرین نانت حلال. بی غباری ای دلت را کرده هیس آینه ها، جو تو را دادند در کاخ بزرگ سینه ها. هر کجا که لشکری مهری تو را می دیده اند، می کشیدند آهی حسرت دسته دسته کینه ها. داستان جان شیرین کندنت دانت همه، قهرمان و پیشوای ملتت خواند همه. کی نمی خواهد که باشد زندگی آسوده تر، کی نمی خواهد که بی بیمی براید بر سفر. کی نمی خواهد که شادان کودکش بازی کند، کی نمی خواهد ز باغ عمر خود گیرد سفر. کی نمی خواهد که باشد زندگی مثل بهار، از خزان بیزار می باشند باغ و کیشسار. جنگ سوزد خانه های بخت را با آتشش، کی نمی خواهد که باشد صلح و وحدت پایدار. در ره تدبیر جویی نیز بودی پیشگام، داشتی در سرخطی امدادگرها جام و دام. بی کسان را کس تو بودی هم یتیمان را پدر، شهد می کردی مهیا بهر هر یک تلخ کام. در دیار خاکساری نیز بودی پیشوا، درد مغروری از خود رفته را کردی دوا. چند تا کتاب خوندید؟ من زیاده از 100 کتاب بدایی را مطالعه کردم. آنها از ساتیم اولوغزاده صبح جوانی ما، واسه صدرالدین عینی مکتب کهنه، مرگ سودخور، تهذیب و سیبیان از استاد کرامت الله میرزا، ماجرای زندگی از رحیم جلیل، در راحت مسلمانان، گردش فلک از چنگیز ایمتوف. وقتی که قله ها سقوط میکنند باز از کتاب های 1001 شب توتینامه را مطالعه نمودم. خوش، از 1001 شب چی خوندید؟ از کدام 1001 افسانه یادتون است؟ از 1001 شب کدام افسانه در یاد شما هست؟ افسانه
خودتان گفتید 1001 شب خواندم گفتید. بله. از 1001 شب همون حکایه‌ای که وقتی که شاهزمان و شهرزاد که آنها با هم برادر بودند، شهرزاد که خیلی ظالم بود میخواست به نزد برادرش به خبرگیری وی رود و وقتی که وی به نزد برادرش میآید، برادرش رو میبیند وی خیلی ظالم بود، با آدمان رحم نمیکرد و به نصیحت کردن او در آمد و به او میگفت که تو نباید این گونه کارها را کنی و به این کارها نباید تو دست زنی. این کاری بد است و به مردم و به مردمان ضرر میاری و آدمان باشد از دست تو بیزار شدند و دیگر این گونه شاه را دیدن نمیخواهند. از رحیم جلیل گفتی؟ بله، در روحات مسلمان و گردش فلک. خوش کنی چی یادت است؟ مضمونش را هم چیزی که خوانده کمتر نقل کن کنی، خیلی نقل میکنی. مثلا از گردش فلک استاد رحیم جلیل گیریم، این درباره دو دوست می رود که مظفر و سهراب می باشند. آنها دو دوستی جانی بودند. در وقت دانشجویی آنها با همدیگر جوره های قرین بودند. وقتی که آنها پسران کلان می شوند و مردی کار می شوند، روز سهراب در وокزال رفته ایستاده بود که ناگاه از پیشش مرد می گذرد و با او شناس می تواند و با او سلام می گوید، با او سلام داده از نزدش می گذرد و دوستی پیشینش به یادش میآید و میگوید این به دوستی دانشجویی من خیلی مانند بود و وقتی که وی در بازار رفته ایستاده بود، باز همان دوستی مظفرش را میبیند و میگوید برادر من تو را در یگان جا دیده‌ام. مظفر باشد میگوید بله، تو مرا هم در وокزال دیده بودی و هم در راههای دانشجویی، ما هر دو همان دوستان قرین بودیم. و سهراب باشد گفت که این دنیا چطور است که تا گشته باز دوستم را به نظم آورد و میگوید که این گردش به مثل گردش فلک بوده است. داستان از ابوالقاسم فردوسی. بنیاد نمودن جشن صده. یکی روز شاهی جهان سوی کوه، گذر کرد با چند کس همگروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیره تن و تیزتاز. دو چشم از بری سر چو دو چشم خون، زدودی دهانش جهان تیرگون. نگه کرد هوشنگی با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد پیش چنگ. به زوری کیام بیازید دست، جهان سوز مور از جهان جو بجست. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همان و همین سنگ بشکست خورد. فروغ پدید آمد از هر دو سنگ، دلی سنگ گشت از فروغ آذرنگ. نشد مار کشته ولیکن ز راز، پدید آمد از هر دو سنگ آتش باز. جهاندار پیش جهان آفرین، نیاییش همی کرد و خواند آفرین. که او را چنین فروز هدیه داد، همانگه آتش قبله نهاد. در جان و دلم نوای استقلال است، آسودگی از هوای استقلال است. دردی که به چشم روی ما میریزد، از شیرینی او دوای استقلال است. نوری که به چشم روی ما میریزد، از تنتنه صفای استقلال است. سرجمی ما رغم پریشانی هاست، از تنتنه صفای استقلال است. در هر نفس نفس بود استقلال، در جان و دل ما فدای استقلال است. در هر دل اگر وفای استقلال است. تو به توتی نامه رو هم خوانده؟ بله بله. کنی قهرمان های اثر رو نکنید؟ توتی نامه شورک، میمون. با توتی چی حادثه روی میده؟ با توتی وقتی که خوجه سپای میمون برای توتی شورک یک توتی دیگر خریده بود که توتی شورکش غمگین نشود و خوجه سپای آن را و خوجه سپای وقتی که با خوجه سپای آن توتی نفورید و توتی دوستی هم نشینی شورک را کشت
و شورک را نیز خواست بکشد و پر و بال او را کنده از در بیرون کرد. شورک باشد به آرامگاه به قبرستان رفت و در آنجا آدما که در آنجا نشسته خوراک می‌خوردند پس مانده آنها را آن توتی می‌خورد. وقتی که بعد چند روزه میمون از سفر برمیگردد می‌بیند که در قفسش نه شورک است و نه همنشینی شورک و از این خیلی غمگین میشود و از خواجه سپاه میپرسد. میگوید که شورک در کجاست و خواجه سپاه میگوید که من آن را از در بیرون کردم و میمون خیلی در غضب شده خواجه سپاه رو نیز از خانه‌اش بیرون میکند. خواجه سپاه نیز به همون قبرستان میرود. دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. 10 روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این 2 حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیایی هستی قارون کند گدا را. خوبان پارسی گو بخشندگان علمند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. حافظ به خود بپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. این یک شعر است. مرغکی بود سری درختش هم شاد بود، خورم و شاد بود، پرکش زرد بود، پنجه هاش نرد بود، در نولش را تود بود، همچو یا خود بود. گربه رفت بالای بامی ناساز بود، چشمش علا بود، دومش در راز بود. آبی دهانش میشورید، چنگالاش میخورید. مرغا گفتا کو کو کو، گربه گفت کنی تو. گربه دهان واز کرد، مرغک پرواز کرد. بی جانم می آید، دل و جانم می آید، از راه دور می آید، به زور می آید. بیم آید ما خرسند، کیسه هایش پوری قند، مویز و مغز می آورد، چیزهای نغز می آورد. بیم آید ما خرسند، کیسه هایش پوری قند. بی جانم می آید، دل و جانم می آید، روم کرپا چه آرم، بالشتی پر گذارم، چایکی گرم بیارم، نانکی نرم گذارم. بی جان شینانم، خفه شدن نمانم. بی جانی خوشرویم، بی قصه گویم. مورچه مایده یکی زورچه، از سحر زیری باری، چی ها به خود میاری. از پی 1-2 دانه مغز برم به خانه، در موسم تابستان خورم غم زمستان. از پی 1-2 دانه آرویک خوب رویک، سفر از سحر داری، کجا تو سفر داری؟ روم جانی بی صحرا، آورم شهد گل ها، در موسم تابستان خورم غم زمستان. سنجابکی بخوابک، این قدر میشتابی، از سحر چی میکابی؟ از پی 1-2 دانه مغز برم به خانه، در موسم تابستان خورم غم زمستان. کلموش ای کلموشکی بهوش، چرا زمین میکابی؟ از زمین چی میابی؟ خانه بنا میکنم، دانه را جا میکنم، در موسم تابستان خورم غم زمستان. خرگوشک خاموشک، همراه خود چی داری؟ سبزی دارم و کرم، به منزلم میبرم، در موسم تابستان خورم غم زمستان. بعد اینا رو همش در کدام پرنده ستایش میکند؟
بلبلک گنجشش وقت ستایش نمیگه ترانه خانی از بلبل است انا اینجا هست همین آوردی من از عبید زکانی شما کدام کتابش خوندید عبید زکانی حکایه ها از رساله دلکشا انا همون وای روباه گزیده را گپ زنید روباه گزیده حکایه روباه گزیده شخص را روباه میگزد و به نزد دکتر میآید و با او میگوید با من را سگ گزیده است شرم داشت بگوید که روباهه و داروساز با تیار کردن دارو مشغول شد و مرد گفت کمی از روباه گزیده هم علاوه کنید کمی از داروی روباه گزیده هم علاوه کنید من بعد اینجا هست قزوینی را پسر در چاه می افتاد قزوینی را پسر در چاه افتید و با او گفت جانی بابا جای مرا رفته رسم بیاورم تا تو را برارم چقدر من لطیفه میدونی؟ لطیفه زیاده از 80-90 زیاده 80-90 کنید دوتا انتخابان لطیفه گو روز پدر با پسرش نصیحت کرد پسرم اگر این دفعه به هایدو گیری به هزوم کشی می روی پسرک صبح جزدانش را گرفته به مکتب می رود و نصف روزی بر می گردد پدرش جزدانش را در خانه مانده به بیرون می بارد پدرش می گوید به کجا می روی می گوید به کجا می شد به هزوم کشی نه خیلی نقص با یک دیگر نبره به بیبیش می گوید بیبی جان سمبوسه خوردن می خواهید البته می خواهم این طور باشد از پای پخته نشوید چند تا چیستان میدونید؟ زیاده از 180 چیستان یعنی دو چیستان اگه که عموما ما نشنیده باشیم از دیدارش ترسیدم از رفتارش لرزیدم تا خک ضیافت آورد خورده شیرین خندیدم چی هست؟ جواب این چیستان دکتر میباشد دکتر بله خیلی میلش قبول با یک دیگر ابر سیاه با ثبات از تاری باغات و حیات پاشد زی دامن قندلات دهقان گوید این کار نه بر قندلاتت زور نه جواب این چیستان ابر میباشد ژولا جواب این چیستان ژولا میباشد مرجانک خیل در روی لیلا حمل چی هست؟ قرود تشکر پسر جان سلام ای تاجیکستان کشوری من سلام ای تاجیکی تاج بر سری منم فرزند تو مادر ای دیارم شود لازم برای جون سپارم سلام ای پیشوا ای رهنمایم به امری تو به منبر می برایم فروغ علم را روشن نمودی چو صبح هر شبی میهن نمودی زبانی ما زبانی شیر گفتی به فکری ما شب و روزان نخفتی ستون دولتی پاینده دارم محبتانی سارد غمگسارم سلام ای اهل علم اهل معارف ثنا بادا به عالم هم به عارف سلام مکتب سلام آموزگارم توی سرچشمه اوج و برارم تشکر از تو دارم افتخارم زی تو باشد امیدی روزگارم رهم روشن نمودی سوی دانش تو را عمر کنم از جان ستایش من گل احمد و شکرانه خواننده صنف ششم گیمنازیای رقم 2 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه من زیاده از 2000 مصرع شعر از بر نموده هم اثرهای خوانده هم از صدرالدین عینی تهذیب الصبیان صدرالدین عینی گلستان سعدی شیرازی بوستان سعدی شیرازی بهارستان عبدالرحمن جامی رساله دلکشای عبید زاکانی پارچه ها از حکایه ها و پارچه ها از آدینه خونده. درباره جشن نوروز میدونید؟ نوروز بله نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد مرغان هوا جمله بکردند پرواز مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. درباره صلح و وحدت شعر میدونید؟ بله مرحبا. صلح بهار است بهار آورد رونق و شادی و برار آورد صلح بود شرشره جوی آب صلح دهد حسن پر از آب و تاب
صلح چراغ ره آینده است، صلح ز اقبال نماینده است، صلح شکرخند لب کودکان، صلح هماهنگ دل مادران. تشکر. ضرب المثل زیاده در دفتر شما هست، کنی چند تایش رو گوید. دیواری نمکش آب جوی دمکش، مهر در چشم، بچه عزیز آدابش از وی عزیزتر، خانه نارفته مهمان می آید، دروازه را پوشیده می شود دهان مردم پوشیده نمی شود، زبان مرغان مرغان می داند، پنج پنجه یک نیست. شما غزل های زیادی از یاد کردید؟ بله. کنی از حافظ یک تا شعر یک غزل خوانید؟ مثلا گل بیرو یار خوش نباشد. گل بیرو یار خوش نباشد، بی باده بهار خوش نباشد، طرفی چمن و طواف بستان، بی لاله و زار خوش نباشد، رقصیدن سرو و حالت گل، بی صوت هزار خوش نباشد، هر نقش که دست عقل بندد، جز نقش نگار خوش نباشد، جان نقد محقر است حافظ، از بحر نثار خوش نباشد. کدام داستان ها رو از یاد کردید؟ داستان سیاه هند را همش را از بر نمودم. یک پاره از همین سیاه هند خوانید. کودک می گشت با قوطی خود، در خیابان لبی بحر کبود، می توانستی که در چشمان او پی بری از مقصدی پنهان او، می دوید آن هر طرف با جستجو، سوی هر یک ره گذر آورده رو، آگهی می داد سیمای پسر، کامد است اینجا وی از ملکی دیگر، اون نریزانده است خون ناف خود، در همین شهر لبی بحر کبود، گشت معلومم که افغان بچه است، ساده و گمراه و نادان بچه است. بهاره را آوردی کنی همین خان. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیمی فارم و بوی گل آمد، لباسی سبز را صحرا ببر کرد، کلاهی سفید آلو بسر کرد، پس از باریدن باران نیسان، چه زیبا است دشت و کوهساران، بهار آمد چمن گلپوش. تشکر. بیت آخرانش چقدر بود؟ میچورین وار آید هر جوانه، نماید کشف سیری باغبانی، روی بپوش ای قمری خانگی، روی بپوش ای قمری خانگی، تا نکشد عقل به دیوانگی، بولجبی های خیالت ببس، چشمی خردمندی و فرزانگی، با تو بباشم به کدام آبرو، یا بگریزم به چه مردانگی، با تو برامیختنم آبروست، بس همه کس وحشت و بیگانگی، پرده برانداز شب شموار، تا همه سوزیم به پروانگی، یا ببرد خانه سعدی خیال، یا ببرد دوست به هم خانگی. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. مثلا عبدالقاسم لاهوتی یک شعر گفته است برای شما، گربه امک جانت نیست. بله. میخونیم. یک گربه خیلی مکار، خوابیده روی دیوار، چوجه گنجش که جیک جیک، شادان می آمد نزدیک، گربه نیا یک سوی، چوجه نیا یک سوی است، گربه امک جانت نیست. از هوا افتد نمیشکند، از درخت افتد میشکند. جواب بله. برف. یک پارچه زمین داشتیم، تخمی سیاه کاشتیم، با چشم خود بدیدیم، با عقل خود بشناختیم. جواب چیستان کتاب است. یکی شعر دوست داشته خودت رو خوان. مرحمت. سحرگاهون که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد، شما ای بلبلانی باغ مکتب، سحرگاهان چرا خوابید هر شب، شما هم در نوا آید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید، سحرگاهان گلستانی دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان، چرا از این گلستان گل نچیدید، چرا در کنج بیکاری نشینید،
بیایید ای شریکان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل معنی خور گردد. نازیه عبدالقهار هستم، خواننده صنف نهی گیم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 128 ناحیه فردوسی. میخواهم برآمد خود را از شعر استاد حقنظر غایب سر کنم. تکیه در پهلوی مادر جان غنیمت بوده است، خواب در آغوش مادر جان غنیمت بوده است. دولت دیدار او بار میسر می شده است، دولت دیدار او بار میسر می شده است. دولت دیدار او بسیار قیمت بوده است. هر گناه آید از فرزند مادر بخشدش، از همه دریا دلان مادر بهیمت بوده است. در سرشک مادران رحم جهان جا داشته است، در سرشک مادران رحم جهان جا داشته است. از وفاداری به مادرها چنین دریافتم، مادر آغاز همه مهر و محبت بوده است. هست تا مادر صداقت می رسد بر آدمی، هست تا مادر پسر شخصی بدولت بوده است. همگی چند اثر یا که چند کتاب مطالعه کرده؟ همگی 113 کتابی بدیعی مطالعه کردم، 40 حکایه، 107 افسانه و 3000 مصرع شعری. خوش. افسانه هایی که شما خواندید نام برکنید. افسانه های من خواندم مرغ، مرغابی و موش، دو بوزیچه، بوزک جنگلپا، ماما خالبیکه، ثواب نیم تنان، و سه قاضی و یک قمارباز، دکچه شلپس و غیره ها. ماما خالبیکه نقل کنید. ماما خالبیکه بود نبود در زمانهای پیشین یک شاه زندگی میکرد که وی 3 پسر داشت. 2 پسر اولش از زن کلونیش و پسر سومینش باشد از زن خردیش بود که شاه 2 پسر کلونیش را نسبت به پسر سومینش دوستتر میداشت و وقتی با آنها را اویله‌دار کردن میخواهد، اول 2 پسر کلونی خود را اویله‌دار کردن میخواهد و با آنها یک کمانی و یک تیری داده میگوید که با کجایی که دلتون میخواهد تیر پرانید و تیرتون با کدام خانه‌ای که رسد از همانجا زنهای خودتون را انتخاب میکنید و با پسر سومین کمان نمیدهد و پسر سومین از این زیق شده گریه میکند و دلی وزیر با پسر سومین سوخته میگوید که با پسر سومینتان هم رحم کنید و با او هم اجازه دهید که خانه بخت خود را بسازد. و وقتی که با وزیر فرمان میدهد که یک تیر زنگولد و یک کمانی شکسته بیارند و 2 پسر پادشاه وقتی تیر میپرانند، تیر پسر اول به خانه قاضی و تیر پسر دوم به خانه حاکم میافتد و وقتی که پسر سوم تیر میاندازد، تیرش با طور آسمان پریده نایان می شود. شاه از اون که پسرهای هر 2 پسرهایش به خانه های آبرومند تیرهایشون افتیده بود خرسند می شود و به خانه قاضی و حاکم خواستگار می فرستند. آخرش چی می شود؟ آخرش ماما خالبیکه این خود یک قورباغه به شکل قورباغه می انداخت خود را و شب دختر پریچهره می شد و روز همچون قورباغه و پدرش وقتی که میفهمد که وی قصر کلان میسازد و صاحب زن شده است، یک دیو کمپیر رو به خانه او روی میکند و کمپیر با
писар мегӯяд ки то кай занад рӯз қурбоқаву шаб паричеҳра шуда мегардад. Ниқобиро гирифта, вақте ки шаб ниқобашро аз рӯяш мегирад, ниқобашро гирифта дар оташ бисӯзон. Ва писар ҳамин гуна мекунад ва Момохолбика кабутар шуда мепарад, меравад. ва Момохолбика як хоҳари бо номи Момадурбика дошт ки ӯ низ дар зебогӣ ҳамто надошт. вақте ки писари шоҳ ба ҷустуҷӯи Момохолбика меравад, дар роҳ як хонаеро мебинад ки ҳама гирду гӯшаи ӯ гулзор карда шудааст ва дар он ҷо як пирамард истодааст. ва пирамард аз ӯ мепурсад ки сабаби омаданат ба ин тарафҳо чиест. ва писари шоҳ ҳодисаро нақл мекунад ва ба ҳамон пирамард ба писари шоҳ мегӯяд ки вақте ки ба назди ҳавз рафт, вақте ки Момадурбика ва Момохолбика мефароянд, вақте ки либосҳояшонро мекашанд, ту либосҳои онҳоро гирифта гурез. ҳар чанде ки қасам хӯрад, ту ба ӯ бовар накун. вақте гӯяд ки ба дасти чапам қасам ки ман аз туям, баъд он вақт ба ӯ бовар кун. охир баъд Момохолбика бо писари шоҳ туй мекунад ва шоҳ писарашро қабул мекунад. ба муроди мақсад мерасад. бале, ба муроди мақсад мерасад. боз кадом китобҳо хондӣ? боз ғалабаи ситора, аз Сотим Улуғзода саргузашти Собир, аз Сотим Улуғзода ривояти Суғдӣ саргузашти Собир, вай романи Фирдавсӣ. ду мурча агар оянд бо ҳамдигар рӯбаро, ба ҳам расонида сар, пас бираванд ба ҳар со. чӣ маънӣ дорад ин кор? медонеде бачаҳо, ин эҳтироми онҳо, ин саломи мурчаҳо. қоқу шеъри ки аст? қоқу аз Бозор Собир. Кани? лаблаби ҷӯча, як тӯда ҷӯча гулҳои қоқу дар ду лаби ҷӯ. гурбачаи тамбалак. Юсуфҷон Аҳмадзода. гурбачаи тамбалак, тамбалаки ҳандалак, пуштаки дар муш дид, вақти саҳар муш дид, хост ки хезаш занад, нохуни тезаш занад, лек мадораш набуд, зури шикораш набуд. гурбачаро дидаман, сахт аз ӯ ранҷидаман. гуфтамаше тамбалак, тамбалаки ҳандалак, рост дигар дон дон, ман надиҳам ширу нон. чунки калонак шудӣ, кӯча давонак шудӣ, гардани худ чун шутур, каш куну ё бухӯр. гурбачаи тамбалак, тамбалаки ҳандалак, ҳарфаки ман гӯш куну ҳуш кун. ман дорам як укоча, доночаву балоча. аз мактаб ки омадам, намемонад ва якдам. шинам хезед мегӯяд, тут гӯям бед мегӯяд. саволборон мекунад, безор аз ҷон мекунад. апа марожнӣ аз чӣ? чаро наминқачӣ? агар ба моҳ бароям, ба чӣ хел мефуроям? онам нағз медадом нағз, чаро кулолачор мағз? апа ба кӯча баред, ба ман тапонча харед. агар ба кӯча барам, ба ҳайрат менигарам. мегардад чун калонҳо, ду дастакаш дар қафо, рӯҷи диво. шеъри хуб аст. аз ки аст? Абдумалик Баҳорӣ. Абдумалик Баҳорӣ, дуруст. анку хоҳарҷон, аз адабиёти аз шоираи бузург классики вай доред? ягон порча азод кардед? ғазалми, рубоими аки азод кардед? аз Саъди Шерозӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ. аз Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ чӣ азод кардед? шеърҳошона азод кардам. калом як ғазал ай қавми ба ҳаҷ рафта ва ай ашк. аз устод ҳофиз. аз рубоӣ азод кардӣ? мо ғазал бисёр гӯш кардам. аз ки азод кардӣ? аз Бобо Тоҳири Уриён. кани аз ҳамин Бобо Тоҳири Уриён якта ду байти хон. магар шейро паланги эй дил эй дил, ба мо доим ба ҷанги эй дил эй дил. агар дастам расад хунат бирезам, бибинам то чӣ ранги эй дил эй дил. бисёр медонам.
همین یک اثر تابستان خواندگی بودی ها؟ بله. در همونجا یک تا دو بیتی خلقه وردگی است. کنی اگر همونا بیار من برای که همونم در همین همراه میکنم هم میفهمم که اون اثر خوندی هم در تابستان آها قاسم میگوید. همون هم دو بیتی قاسم میخوند. قاسم جان. قاسم جان. سری سرچشمه. سری سرچشمه رفتم من به وقته، با آب دیده بنشاندم درخته. شمال آمد درختم ریشه کن شد، منی مسکین ندارم هیچ بخته. چیست آن لوبتی پسندیده، اطلسی رنگارنگ پوشیده؟ چی است؟ طاووس. طاووس. با یک دیگه میگی؟ یک دیگه بگم. شب پر روز خالی. عثمان تزگویک